به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی علمی و کاربردی شروع می‌کنیم. چگونه قد بلند شویم؟ نویسنده استیون سی کامینگ و رابرت گران، ترجمه کامبیز پارتازیان، توسط انتشارات مهراد در سال 1384 در تهران به چاپ دومش رسیده. این کتاب بسیار کاربردی هستش و بسیار جالبه. با من همراه باشید تا با همین کتاب زیبا رو کشفش کنیم. ابتدا فهرست این کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو شروع میکنم. مقدمه: متابولیسم بدن، ساختار اسکلت بدن، عمر استخوان، هورمون رشد انسان، علل اصلی کوتاه‌قدی، عوامل بازدارنده افزایش قد، فاکتورهای غذایی مهم در افزایش قد، چگونه قد بلند شویم، متدهای مختلف تاثیرگذار بر روند افزایش قد، محصولات تاثیرگذار بر فرایند افزایش قد، شیوه‌هایی برای بلند شدن قد، افزایش قد در اطفال و نوزادان، فاکتورهای افزایش قد در دختران، افزایش قد در ورزشکاران، افزایش قد به کمک حرکات فیزیوتراپی، افزایش قد به وسیله پروتز، افزایش قد به کمک هیپنوتیزم، افزایش قد به کمک عمل جراحی، افزایش قد به روش ایلیزاروف و پس‌گفتار. من از ابتدا شروع میکنم به خواندن بدون مقدمه ابتدا، چون مقدمه بسیار طولانی داره که وقت کتاب وایس ما رو میگیره و من ترجیح میدم که از کتاب برای شما بخونم. متابولیسم بدن. منبع اصلی انواع انرژی خورشید است. انرژی حاصل از تشعشعات خورشیدی باعث می شود تا کلروفیل برای تولید مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. ما این ماده غذایی را می توانیم مستقیما از طریق سبزیجات و یا به طور غیر مستقیم از فرآورده‌های حیوانی به دست آوریم که در مورد اخیر حیوان مورد نظر انرژی ذخیره در سبزیجات را تبدیل به فرمی دیگر می کند که انسان بتواند از آن استفاده کند. بدین شکل بشر برای کسب انرژی ذخیره در پیوندهای شیمیایی با واحد گلوکز به فتوسنتز وابسته است. انرژی ذخیره در یک واحد گلوکز با استفاده از فرایند اکسیداسیون آزاد شده و برای انجام کار مورد استفاده قرار گرفته و گرما تولید می‌کند. این پدیده رابطه بین دو علم دینامیک و ترمودینامیک است که واحدهای به کار رفته در علم تغذیه را در اختیار ما می‌گذارند. واحد اصلی انرژی که مورد استفاده محققان فعلی است ژول و کیلوژول است. با این حال برای متخصصان علوم تغذیه، محققان و نویسندگان دل کندن از واحد شایع‌تر کالری و کیلوکالری به راحتی امکان پذیر نیست. در حالت معمول به جای واحد تکنیکی کیلوکالری از واحد کالری استفاده می شود. اما در سرتاسر این کتاب به جای واحد غلط انداز کالری از همان کیلوکالری استفاده شده است. برای آشنایی عملی تر با این واحدها به این نکته توجه کنید. بدن انسان با استفاده از سلول‌های مصرف کننده انرژی گرما را با سرعت تقریبی 1 کیلوکالری در هر دقیقه ساطع می‌کند. حاصل 1 کیلووات جریان برق تقریباً 14 کیلوکالری در هر دقیقه است. یعنی همان احساس گرمی که در یک اتاق شلوغ به انسان دست می‌دهد. این دو واحد مورد استفاده در مبحث تغذیه برای اندازه‌گیری انرژی قابل تبدیل به یکدیگر هستند. هر کیلوکالری معادل 4.186 کیلوژول است. غذای معمول و ترکیب مواد غذایی اصلی آنها. مواد غذایی مصرفی انسان از لحاظ ترکیب عناصر و ظرفیت بازدهی در چرخه متابولیسم دارای خصوصیات منحصر به فردی بوده و بر حسب نوع ماده غذایی تفاوت کمی و کیفی دارند. آنچه در پی می‌آید
جدول نمونه‌ای برخی از مواد پرمصرف بوده که تأثیر مستقیمی بر روند دریافت انرژی داشته و به نوع خود در تنظیم قد مؤثر میباشند. مثلا من یکی 2 مورد از این جدول رو برای شما میخونم. نان 243 کیلوکالری انرژی داره، 38.3 گرم آبه و 7.8 گرمش پروتئینه، 1.4 گرمش چربیه و 52.7 گرمش کربوهیدرات هستش. یا مثلا شیر 66 کیلوکالری انرژی داره، 87 گرمش آبه، 3.4 گرمش پروتئینه، 3.7 گرمش چربیه و 4.8 گرمش کربوهیدرات هستش. یا مثلا کره 793 کیلوکالری انرژی داره، 13.9 گرم آب داره، 4 گرم پروتئین داره، 85.1 گرم چربی داره و کربوهیدرات خیلی خیلی کمی داره. برای تداوم حیات به انرژی نیاز داریم. میزان آزادسازی انرژی از شخصی به شخص دیگر و از لحظه‌ای تا لحظه دیگر به طور قابل توجهی متفاوت است. اما عوامل استاندارد مشخصی وجود دارند که تأثیر قابل توجهی بر این پدیده می‌گذارند. عواملی نظیر وزن، قد، سن و جنس. همه این شرایط به طور چشمگیری بر متابولیسم پایه فرد که عبارت است از میزان رهاسازی انرژی یک فرد در حالت استراحت کامل شاید یک دوره استراحت 24 ساعته تاثیرگذار است. فعالیت فیزیکی هم میتواند تاثیر زیادی بر متابولیسم پایه که در حین هر گونه فعالیت شدید و ناگهانی به میزان 2 یا حتی 3 برابر افزایش می‌یابد بگذارد. میتوان میزان انرژی مصرفی توسط یک فرد در یک دوره 24 ساعته را با درجاتی از دقت محاسبه کرد. محققان برای هر گونه فعالیت روزانه مثل لباس پوشیدن، بی حرکت نشستن و مانند آن برای هر گونه فعالیت‌های کاری بیرون از خانه چه به عنوان یک نجار، برق‌کار و برای هر گونه فعالیت تفریحی به اعداد و ارقامی دست یافتند. با در نظر داشتن این نکات میتوان برای محاسبه هزینه انرژی روزانه به فرمولی دست یافت. متابولیسم پایه به علاوه فعالیت‌های روزمره، به علاوه شغل، به علاوه فعالیت‌های تفریحی. جزئیات این مسئله در بحث ویژه ورزش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما اکنون به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که امکان انجام محاسبات برای یک شخص متوسط بر اساس اطلاعات فوق وجود دارد. میزان مورد قبول همه در بریتانیا برای انرژی روزانه 3000 کیلوکالری است، اما آن را بایستی رقمی بسیار تقریبی در نظر گرفت. این محاسبات پایه برای نگرش به وجهی از حیات که برای سلامت جسمانی ضروری است، یعنی بالانس انرژی، کافی به نظر می‌رسد. مثلا یک مرد متوسط تنها نیاز به دریافت غذا برای تامین 3000 کیلوکالری انرژی مصرفی در حین فعالیت‌های روزانه دارد. چنانچه فردی بیش از انرژی مورد نیاز برای حفظ تعادل انرژی غذا بخورد، انرژی مازاد تبدیل به چربی شده و در بدن ذخیره می شود و چنانچه فردی کمتر از میزان مورد نیاز غذا بخورد، دچار کاهش وزن خواهد شد و ادامه آن منتهی به مرگ خواهد شد. هرچند در طول یک روز وزن بدن دچار نوسان زیادی نمی شود، اما انباشته شدن این تأثیرات جزئی طی یک دوره 50 ساله می تواند منجر به ناتوانی فرد شود. به عبارتی تنها مصرف یک سیب زمینی اضافی در روز می تواند منجر به افزایش وزنی و قدی معادل چند پوند در فرد شود. جالب است بدانید که در طول دوره بزرگسالی متوسط افزایش وزن حدود 12 کیلوگرم الی 26 است. در این حال متوسط مصرف غذا در همین دوران حدود 20,000 کیلوگرم یا 20 تن است.
سوالی که اکنون مطرح می شود این است که متوسط نیاز فرد به غذا چقدر است؟ رژیم پیشنهادی بریتانیا در جدول 3 نشان داده شده. این جدول نشان می دهد که یک فرد به طور ایدئال بهتر است از غذاهایی استفاده کند که میزان کامل کیلوکالری را تأمین کرده و دارای نسبت‌های صحیح از مواد غذایی اصلی باشد. معاذا نمایش و ثبت چنین وضعیتی در یک فرد متوسط ممکن نبوده و بنابراین پاسخ ساده آن است که یک فرد روزانه باید از انواع مختلف غذاها استفاده کند و سپس به دقت وزن بدن را آزمایش کرده و مواظب باشد تا از هر گونه تغییری به جز نوسانات جزئی ناشی از تغییرات محتویات رژیم غذایی اجتناب کند. رژیم غذایی پیشنهادی در بریتانیا برای یک فرد متوسط جدولی هستش شامل پروتئین، چربی و کربوهیدرات که میگه در وزن مثلا پروتئین 86 گرم انرژی 350 کیلوکالری به ما میده و 11% انرژی مورد نیاز رو تامین میکنه. چربی 141 گرم انرژی مورد نیازی که ما میده 1250 کیلوکالری هستش و 39% انرژی مورد نیاز رو به ما میده. کربوهیدرات 414 گرم 1590 کیلوکالری انرژی داره و 50% انرژی مورد نیاز رو به ما میده. مبحث راجع به این مسائل امروزه کاملا تحت تاثیر رهاسازی انرژی قرار گرفته. به عبارتی در موضوعات پایه ما تنها به نیمی از بحث متابولیسم پرداخته‌ایم. این موضوع که چگونه بدن از غذا انرژی تولید می‌کند هنوز نیاز به پاسخ دارد. اما قبل از آزاد شدن انرژی باید ذخیره‌هایی از انرژی در بدن وجود داشته باشد. تولید این ذخیره انرژی اصطلاحاً متابولیسم شیمیایی نام گرفته است. برای انجام وظیفه سلول‌های بدن نیاز به یک فسفات پر انرژی به نام آدونوزین تریفسفات یا ATP دارد. بدن باید جیره ثابتی از این ماده داشته باشد و مسیر و چرخه‌هایی که در آن بدن این جیره را برای خود حفظ می‌کند معروف به سیستم انرژی است. انتخاب نوع مسیر و چرخه بستگی به شدت نیاز بدن به انرژی دارد. هماهنگ کننده یا کندکتور یا ارکستر متابولیک بدن کبد است. همه محصولات نهایی هضم غذا که در تولید انرژی استفاده می شود از مسیر کبد عبور می کند، جایی که می تواند ذخیره شده و یا به سمت سلولی که به آنها نیاز دارد حرکت کند. هر یک از مواد غذایی اصلی به شکل متفاوتی متابولیزه می شوند. کربوهیدرات ها از لوله گوارش به شکل فروکتوز، گالاکتوز یا گلوکوز جذب می شوند. در کبد به گلیکوژن تبدیل و سپس به شکل گلوکوز جذب خون می شوند که در نهایت به عضلات رفته و در آنجا به صورت گلیکوژن ذخیره می شوند و سپس در میتوکندری باعث تولید ATP می شوند. ترتیب توالی دقیق این حوادث بستگی به این دارد که آیا اکسیژن کافی برای تکمیل متابولیسم در دسترس هست یا خیر. در صورت وجود اکسیژن کافی به این فرایند هوازی میگویند و چنانچه سوختوساز قرار باشد در شرایطی بدون حضور اکسیژن صورت گیرد به آن بی‌هوازی میگویند. در حضور اکسیژن گلیکوژن به ATP و فرآورده‌های فرعی یعنی اسید پیروئیک، CO2 و آب تجزیه می شود. در این حالت حاصل هر مولکول گلیکوژن 38 مولکول ATP است. در غیاب اکسیژن هم گلیکوژن اکسیده می شود، اما این بار محصول فرعی یک ماده ناتوان کننده به نام اسید لاکتیک است. در این چرخه بی‌هوازی از هر مولکول گلیکوژن تنها 2 مولکول ATP تولید می شود. در واقع سیستم بی‌هوازی تنها قادر به فراهم کردن انرژی برای یک دوره زمانی بسیار محدود در حدود 3 الی 5 ثانیه است. زمانی که ATP شکسته می شود با برداشت فسفات برای آزاد شدن انرژی ماده‌ای به نام آدنوزین دیفسفات یا ADP به جا می ماند. چنانچه راهی برای استفاده از ADP در تولید انرژی نباشد، به محض تمام شدن ذخیره ATP
فعالیت فرد هم الزاماً متوقف خواهد شد. اما عضله هم ماده‌ای به نام کراتین فسفات یا فسفوکراتین PC را در خود ذخیره کرده که دارای یک پیوند تک فسفاتی است. این ماده با دیفسفات‌های باقی مانده ترکیب می‌شود تا ATP بیشتری فراهم شود. برای اطمینان از تأمین و ذخیره انرژی بیشتر، اسید لاکتیک وارد جریان خون شده و به کبد منتقل می‌شود، جایی که در آن به گلیکوژن کبدی تبدیل می‌شود. این ماده سپس به عنوان گلوکز خون وارد جریان شده و در عضله مجدداً به گلیکوژن عضلانی تبدیل می‌شود و بدین طریق به روند در دسترس بودن انرژی تداوم می‌بخشد. متأسفانه همه اسید لاکتیک در کبد تبدیل نمی‌شود و مقداری از آن در سیستم باقی می‌ماند که شروع به انباشته شدن می‌کند. در نهایت این پدیده غیر قابل تحمل می‌شود و در نتیجه فعالیت عضلانی الزاماً متوقف می‌شود. در بدن 3 سطح تولید انرژی غیر هوازی وجود دارد. 1. گلیکوژن ذخیره شده در عضله در اثر فعالیت آنزیمی منجر به آزادی انرژی و برجا ماندن محصول فرعی ADP می شود. 2. فسفوکراتین ذخیره در سلول‌ها قابل استفاده در بازسازی ATP از ADP است. هر دوی این مکانیزم‌ها عمر کوتاهی داشته و کل توشه انرژی حاصل از آن کمتر از 10 ثانیه است. 3. گلیکوژن مجدد از اسید لاکتیک به عنوان بخشی از عملکرد چرخه کوری سنتز شده و به عضلات فعال باز می‌گردد. این سطح تا اندازه‌های عمری طولانی داشته، لکن همچون در معرض محدودیت‌های شدید است. چنانچه هر 3 سطح تویی شوند، فعالیت شدید باید به منظور اجازه فعالیت به سیستم هوازی برای جبران انرژی از دست رفته کاهش یابد. به طور خلاصه منبع فوری انرژی برای انقباض عضلانی ADP است و سنتز بیوقفه این ترکیب امری حیاتی است. از آنجایی که ذخیره آن بسیار محدود است، سنتز مجدد آن با تجزیه کراتین فسفات که این ماده نیز ذخیره محدودی عضلات دارد فوراً آغاز و با ADP ادامه می‌یابد. این ترکیبات فسفاژن یا فسفورزا بایستی از طریق سوخت غذا یا روند گلیکولیز که در آن گلیکوژن برای ساخت اسید لاکتیک شکسته می شود مجددا ساخته و جایگزین شود. اسید لاکتیک سپس می تواند با مصرف انرژی حاصل از سوخت غذا به گلیکوژن تبدیل شود. در این واکنش ها 3 سیستم تولید کننده انرژی وجود دارد که عبارتند از سوخت غذا، تجزیه فسفوژن ها و گلیکولیز. سیستم های مصرف کننده انرژی عبارتند از سنتز مجدد فسفوژن ها و بازسازی گلیکوژن. فهم سیستم های انرژی در عرصه ورزش پدیده نسبتاً نو است و هر روز شواهد تازه‌ای باعث روشنگری بیشتر این موضوع می شود که بدن چگونه می تواند دوره‌های نسبتاً طولانی به فعالیت شدید بپردازد و اینکه ارتباط همه مواد مغذی اصلی مورد نیاز آدمی با این توشه انرژی چگونه است. این عرصه‌هایی است که ذهن مربیان را به سوی خود معطوف ساخته است. مربیانی که در زمینه برنامه‌های متعدد تمرینی به هدف تحریک یک سیستم خاص انرژی تجربه اندوخته‌اند تا از این طریق سهم آن در سیکل انرژی را افزایش دهند. تاکنون ما تنها انرژی و تولید آن را مورد بحث قرار داده ایم و اشاره کردیم که انرژی هم در فرایند حیات و هم فعالیت‌های ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال باید پذیرفت که میزان متابولیسم پایه فرد مقدار ثابتی نیست. شمار زیادی از اعمال درونی و برونی وجود دارد که آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این پدیده به طور وسیعی به وسیله برخی هورمون‌های خاص کنترل می‌شود. البته این مبحث خارج از حوصله این کتاب است، اما اکنون بجاست که به بحث راجع به فاکتورهای شخصی بپردازیم که متخصص تغذیه می‌تواند مد نظر قرار داده و هنگام محاسبه نیاز هر فرد به انرژی از آن استفاده کند. قد
حد افراد تنها یک اختلاف جزئی در میزان متابولیسم پایه ایجاد می‌کند. اگرچه در هنگام محاسبات بسیار دقیق باید مد نظر قرار گیرد. سن تحقیقات نشان داده که میزان متابولیسم پایه با افزایش سن کاهش می‌یابد. جدول 4 بر اساس دو مسئله قد و سن تنظیم شده. در این شکل سن معمولاً 25 سال در نظر گرفته شده است. به ازای هر 10 سال بالاتر از این سن نیاز به انرژی باید معادل 4% کاهش یابد. آب و هوا همه ما اثرات آب و هوا و محیط را بر اشتها هرچند به صورت یک احساس درونی تجربه کرد. هنگامی که در یک روز تعطیل کنار دریا هستیم، صرف نظر از اینکه فعالیتی داشته باشیم یا وقتی یک روز سرد بیرون از خانه ایم، اشتها به طور طبیعی افزایش می‌یابد. اما در هوای گرم و مرطوب اثر عکس مشاهده می‌شود. البته تاکید بر ماهیت دقیق این تغییر کار ساده‌ای نیست. در یک روز سرد امکان افزایش میزان متابولیسم پایه وجود دارد. در سرمایه بسیار شدید لرزیدن باعث می‌شود عضلات یک فرم فعالیت خود به خودی را برگزینند تا با ایجاد حرارت بدن را گرم نگه دارند. لباس‌های زمستانی باعث افزایش وزن شده و حرکات را محدود می‌کند و از این رو فعالیت عضلانی و به دنبال آن افزایش مصرف انرژی را مطالبه می‌کند. عکس این قضیه هم ممکن است زمانی که محیط گرمتر می‌شود اتفاق بیفتد. اما محققان دریافتند که هنگام ورزش در یک محیط گرم نیاز به اکسیژن ممکن است تقریباً تا 10% افزایش یابد. امکان دستیابی به درجاتی از سازگاری معمولاً وجود دارد و از این رو نیاز است ورزشکاران وقتی فعالیت در محیطی متفاوت را مد نظر دارند به این گزینه توجه داشته باشند. اما برای هر میزان سازگاری وقتی با کسانی که در همان آب و هوا بزرگ شده اند مقایسه شود جزئی است و از همین روز که یک فرد بومی مزیت ذاتی نسبت به یک مسافر دارد. فعالیت و کارهای روزمره تاکنون در واقع ما تنها خود را به محاسبه BMR که انرژی مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اعضای درونی بدن از قبیل حفظ ضربان قلب، تهویه ریه‌ها، عبور غذا از لوله گوارش، دفع مواد زائد و سنتز بافت جدید در هنگام استراحت است مشغول کردیم. لکن تنها بعضی از افراد متاسفانه زمینگیر هستند. سایرین با درجات متفاوتی بایستی به منظور ادامه حیات طبیعی فعال بمانند. فعالیت‌هایی مثل شستشو، لباس پوشیدن، بالا یا پایین رفتن از پله‌ها، ایستادن، نشستن، خوردن، مرتب کردن تخت خواب و غیره. در واقع گروه زیادی از فعالیت‌ها وجود دارد که همگی به طور قابل توجهی نیاز به انرژی بیشتری نسبت به استراحت در بستر دارند. محققان ارزش تقریبی انرژی چنین فعالیت‌هایی را محاسبه کردند. جدول ذیل مثال‌هایی از نیاز انرژی برای چنین فعالیت‌هایی را نشان می‌دهد. مثلا بی حرکت نشستن 1.43 کیلوگرم یا کیلوکالری بر ساعت هستش. یا مثلا انرژی ایستادن 1.50 یا مثلا قدم زدن 2.8 لباس پوشیدن یا در آوردن 1.6 کار سبک مثلا 2 کیلوکالری انرژی مورد نیاز برای فعالیت ها رو داره. کار متوسط 5.7 کار سنگین شغلی 7.5 انرژی لازم داره. اما ساختار اسکلت بدن اسکلت به بدن شکل می‌دهد و به عنوان تکیه‌گاهی برای آن عمل می‌کند و از آن حفاظت می‌کند. این اسکلت از 3.26 استخوان تشکیل می‌شود که خود تحت حمایت غضروف قرار دارند. اسکلت محوری شامل جمجمه، ستون فقرات و قفسه سینه از 80 استخوان تشکیل می‌شود و از مغز، طناب نخاعی، قلب و ریه‌ها حفاظت می‌کند. اسکلت جانبی 126 استخوان دارد و شامل استخوان‌های اندام‌ها، ترقوه،
استخوان کتف و استخوان‌های لگن است. تمام استخوان‌ها بافت‌های زنده هستند و سلول‌هایی دارند که مرتباً با مواد جدید جایگزین استخوان قدیمی می‌شوند. استخوان‌ها حاوی یک ماده نرم و چربیدار هستند که مغز استخوان نام دارد. اطراف آن استخوان اسفنجی قرار می‌گیرد که خود با استخوان متراکم که چگالی بیشتری دارد محصور می‌شود. مغز استخوان در ستون فقرات، جمجمه، دنده‌ها و گردن سلول‌های خونی را می‌سازد. انواع مفصل: مفاصل در محل اتصال هر یا چند استخوان تشکیل می‌شوند. انواع مختلف مفاصل درجات مختلفی از حرکت را تعیین می‌کنند. تعداد کمی از مفاصل از جمله مفاصل جمجمه ثابت هستند. مفاصل نیمه متحرک مثل مفاصل ستون فقرات پایداری و تا حدی انعطاف پذیری را تضمین می‌کنند. بیشتر مفاصل که مفاصل سینوویال نام دارند آزادانه حرکت می‌کنند. انواع اصلی مفصل سینوویال و صفحات حرکتی آنها در زیر به تصویر کشیده شده است. یک تصویر هستش که مفاصل رو نشون داده. ستون فقرات که ستون مهره‌ها نیز خوانده می‌شود، بدن را در وضعیت قائم نگه می‌دارد. تکیه‌گاه سر است و تناب نخاعی را در بر گرفته. از آن محافظت می‌کند. ستون فقرات از 33 استخوان به نام مهره تشکیل شده. مفاصل و دیسک‌های حاوی بافت لیفی در بین مهره‌ها ستون فقرات را انعطاف پذیر می‌کنند و باعث پایداری رباط‌ها و عضلات و کنترل حرکات آن می‌شوند. عمر استخوان: سن استخوان با سن واقعی هر فرد تطابق ندارد و این در حالی است که سن رشد استخوان در اغلب افراد با سن استخوان یکسان است. برای دستیابی به سن دقیق رشد استخوان در افراد زیر 10 سال آزمایش اشعه ایکس بر روی مچ دست چپ و آزمایش اشعه ایکس بر روی بازوی چپ در افراد بالای 10 سال صورت می‌گیرد. در صورت تشخیص پزشک مبنی بر عدم رشد مناسب استخوان درمان با تزریقات هورمون آغاز می‌گردد. چنانچه سن استخوان فرد بیشتر از سن تولید فرد باشد، در این صورت سریعاً می‌باید درمان بر روی فرد صورت گیرد. هورمون رشد انسان: تولید هورمون رشد انسان توسط غده هیپوفیز که در مرکز مغز واقع گردیده طی دوران بلوغ، یعنی درست همزمان با سرعت یافتن رشد بدن به بالاترین حد خود می‌رسد. هورمون مذکور در واقع هورمون اصلی بدن است که عهده‌دار مسئولیت ابقای سلامت روانی و جسمانی فرد به واسطه بازسازی سلول‌های بافت‌نما، شفابخشی، جایگزین سلول‌های قرمز، توان استخوان، عملکرد مغز، تولید آنزیم، سلامت مو، ناخن‌ها و پوست میباشد. سن 60 سالگی تولید این هورمون به 75% میزان تولید طی دوران جوانی کاهش می‌یابد. بنابر تحقیقات بیوتکنولوژی مدرن، امکان بیشتر کامل این هورمون و دستیابی به عامل تسریع کننده رشد موجود در این هورمون فراهم آمده است. شیوه تولید چنین هورمونی از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر متفاوت است، اما نکته حائز اهمیت آن که این هورمون متشکل از توده مولکولی پروتئینی با 190 اسید آمینه میباشد. از 40 سال پیش شیوه‌هایی مبنی بر تحریک رشد نوجوانان و افزایش قد آنان با استفاده از این هورمون اتخاذ گردیده است. بافت‌های رشد از استخوان‌های نرمی متشکل می‌گردد. طی دوران بلوغ با آزاد شدن بیش از اندازه هورمون‌های زنانه و مردانه رشد این بافت‌ها متوقف می‌گردد که در چنین حالتی در اغلب اوقات رشد فرد به ویژه رشد قدی وی از جریان باز می‌ماند که این خود در افراد مختلف از 20 سالگی تا 30 سالگی متفاوت می‌باشد. نقش برخی از این بافت‌ها در افزایش ایمنی بدن، محافظت از کبد، بازسازی بافت‌های بدن پس از عمل جراحی یا شوک روحی و مبارزه علیه سلول‌های سرطانی بسیار حائز اهمیت است.
علاوه بر این، از آنجا که آمینو اسیدها به تولید هورمون‌های رشد کمک بسزایی می‌کنند، برخی از انواع این بافت‌ها با عملکرد خاص خود در مشارکت با سایر فاکتورها و مواد مغذی تأثیر بسزایی بر افزایش رشد افراد و افزایش قد آنان دارد. علل اصلی کوتاهی قد: کوتاهی قد یا معضل عدم برخورداری از قد متناسب در افراد تا حدی به عوامل ژنتیکی و صفات وراثتی بستگی دارد، اما عوامل دیگری نیز در بروز چنین معضلی دخالت دارد که از جمله عمده‌ترین آن می‌تواند به موارد ذیل اشاره نمود. 1. ابتدا به بیماری عدم تحرک یکنواخت و متناسب اندام حرکتی. 2. سوء تغذیه و عدم برخورداری از رژیم غذایی مناسب. 3. وارد آمدن فشار بر عصب نخاع و دفرم شدن شکل دیسک‌ها. 4. ایجاد شکاف و فاصله میان دیسک‌ها. 5. به کارگیری حرکات ورزشی و کششی نامناسب جهت افزایش قد. 6. کاهش میزان ترشح هورمون رشد انسان. 7. وضعیت نامناسب بدن در حالت ایستادن و نشستن. با توجه به عوامل فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که علاوه بر عوامل ژنتیکی مؤثر در قد انسان، سایر عوامل دخیل در قد تغییر پذیر بوده و با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های تقویت کننده نظیر تغییر عادات غذایی و یا تمرینات جسمانی و همچنین تمهیدات پزشکی قابل انعطاف میباشند. عوامل بازدارنده افزایش قد: باید توجه داشت صرف نظر از عوامل درونی جسمی، عوامل فردی نقش مهمی در افزایش و یا کاهش قد دارند. از جمله مهمترین این عوامل میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: چاقی، مصرف غذایی زیاد بیش از نیاز بدن، مصرف زیاد الکل، روش زندگی خانه‌نشینی و بی‌تحرکی. از جمله مهمترین عوامل بازدارنده برخورداری فرد از رشد متناسب و افزایش قد میتوان به چاقی و افزایش چربی در بدن اشاره نمود. چاقی یا ذخیره بیش از حد انرژی به صورت چربی در بدن ظاهر می شود. بیش از نیمی از مردم امریکا مبتلا به اضافه وزن هستند و تقریباً 25% از آنها در معرض خطر بیماری‌های گوناگون ناشی از چاقی می باشند. زمانی که نسبت وزن به قد 20% یا بیش از میزان ماکسیموم باشد، چاقی تلقی می گردد. BMI بیش از 30 کیلوگرم مشخصه چاقی است. BMI شاخص توده بدن است و با وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد به متر محاسبه می شود. در افرادی که BMI بین 25 تا 29.9 باشد مبتلا به اضافه وزن هستند، اما نه چاقی. بنابراین باید به رژیم غذایی و کالری مصرفی آنها توجه بیشتری کرد. بر طبق آمار به دست آمده میزان چاقی رو به افزایش است و متاسفانه یک آمار ناخوشایند نشان می‌دهد که درصد کودکان و نوجوانان چاق در 30 سال گذشته در آمریکا 10 برابر شده است. میزان انرژی که اغلب مردم در طی روز نیاز دارند به طور متوسط برای زنان حدود 2000 کالری و برای مردان 2500 کالری می باشد. این میزان برای یک ورزشکار مرد یا یک ورزشکار حرفه‌ای 4000 کالری بیشتر است و برای یک زن حامله و شیرده بین 500 تا 300 کالری بیشتر از کالری مورد نیاز یک زن در حالت عادی است. بدن هرگز نمی‌تواند پروتئین و کربوهیدرات را ذخیره کند. بنابراین مازاد پروتئین و کربوهیدرات خورده شده را به چربی تبدیل و ذخیره می‌کند. یک پوند چربی حدود 450 گرم تقریباً 3500 کالری انرژی تولید می‌کند. بنابراین در مصرف مواد غذایی باید تعادل برقرار شود تا مازاد آنها به شکل چربی ظاهر نگردد. کلسترول بالا و اختلالات کلیه و کیسه صفرا در افراد چاق باعث افزایش خطر بیماری و مرگ می‌گردد. همچنین چاقی باعث افزایش خطر ابتلا به بعضی از انواع سرطان، به خصوص سرطان‌های کیسه صفرا، رحم و پستان میباشد. در افراد چاق
خطر ایجاد سنگ کیسه صفرا 3 برابر افراد دیگر است. همچنین چاقی یک فاکتور خطر برای پیشرفت بیماری ورم و سایدگی و اختلالات تنفسی حین خواب میباشد. عامل ژنتیکی در ایجاد و پیشرفت چاقی نقش بسزایی دارد. احتمال چاقی در بچه‌های دارای والدین چاق نسبت به بچه‌های دارای والدین وزن نرمال 10 برابر بیشتر است. عوامل مؤثر بر جلوگیری از اضافه وزن: استرس، خستگی و دلتنگی و دلسردی، عادات غذایی غلط، اجتناب از خانه نشینی و بی‌تحرکی و انجام تمرینات ورزشی 3 روز در هفته هر بار برای مدت 30 دقیقه و به طور کلی سعی در افزایش فعالیت بدنی، مثلا پیاده روی به جای استفاده از ماشین و رانندگی، استفاده از پله به جای آسانسور و یا کوهپیمایی به جای استفاده از تلکابین، کاهش مصرف غذاهای محتوی قند و چربی بالا و افزایش مصرف غذاهای محتوی فیبر زیاد مانند میوه‌جات و سبزیجات. ضمناً برای کاهش وزن به این موارد باید توجه کردن. کاهش سریع وزن روش مناسبی نمی‌باشد، زیرا کاهش سریع وزن معمولاً همراه با افزایش سریع مجدد وزن می‌باشد. در طول ماه کاهش وزن 3 تا 4 کیلوگرم مناسب است. هرگز از دارو برای کاهش وزن استفاده نکنید، زیرا بعضی از داروها دارای اثرات جانبی بوده و در مواردی بسیار خطرناک هستند و طبق آمار و گزارشات موجود عوارض و خطرات زیادی به بار آورده‌اند، مثل مشکلات عصبی و گوارشی و در پاره‌ای موارد سکته‌های قلبی و مغزی و مرگ و میر به همراه دارد. مصرف داروهای ضد اشتها برای کوتاه مدت با نظر پزشک مشکل چندانی ندارد، اما این نوع داروها کمک به تغییر عادت غذایی شما نمی‌کند و این موضوع برای داشتن وزن مناسب بسیار حائز اهمیت است. چند توصیه برای تغییر عادات غذایی غلط: روزانه 6 تا 8 لیوان آب بنوشید. در بین غذا از نوشیدن آب بپرهیزید. قبل از مصرف غذا سالاد میل کنید و از مصرف نمک اضافه در غذا خودداری کنید. سعی کنید وعده‌های اصلی غذا مثل صبحانه، نهار و شام را حذف نکنید، زیرا در این صورت ناچار به ریزه‌خواری خواهید شد. مصرف چای کمرنگ ولی بدون قند و شکر 2 ساعت بعد غذا مانعی ندارد. برای مصرف غذا از بشقاب‌های کوچک استفاده کنید. صرف غذا باید در کمال آرامش و تأنی صورت گیرد و از عجله خودداری کنید. در حالتهای اضطراب و استرس غذا نخورید. وقت خود را به جای ریزه‌خواری با فعالیت پر کنید. اما من تا ابتدای فاکتورهای غذایی مهم در افزایش خط برای شما رسیدم که بخونم. دیگه به من زمان اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو بتونم براتون قرائت کنم. اگر از این کتاب خوشتون اومده و به دردتون میخوره حتما تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.